من رخیموف تیمور رخیمش پدری پرویز رخیمیزاده میباشم. من سالهای زیاد در ساحه تندرستی شهر کنیوادام کار و فعالیت نموده. در این عمر خود در عمر خود به مردم تاجیکستان دائما خدمت نموده آمدم. من فرزندان خود را با همان نان حلال خورانده و پوشانده و به وی رساندم. من دائم در خدمت خلق وطن بودم و حالا هم کارگر شدم. از آن جمله پسرم پرویز تو را هم من با یک امید و آرزوهای نیک با وی رساندم که در این دوره پیرانسالان نگهبانی من میباشد. لیکن افسوس که تو با راهی خطا رفتی متاسفانه و سری من و مادرت رو در نزد همه خم کردی. من مرد با ناموس هستم و این کاری تو رو به فکر تحمل کردن نمیتونم بفکرم. مرد آن است که از پی رزق روزی خدا شده در راه راست رود. لیکن تو این را به فکرم فراموش کردی. آنهایی که تو را به این راه بردن البته یگان روز تو را فراموش خواهند کرد و پشیمان خواهی شد. لیکن بعدش پشیمان سودی ندارد. بعد تو از گفته اعضای گروه جنایتی گروه 24 شدی. گروهی که در آبادی تاجیکستان و وطنی عزیزمان یگان سهمی نگذاشته است و تماما اعضایانش خواهی هستند. پسرم وطن هم مثل مادر است و از آن مادر بالاتر هم میستد وطن. وقتی که شخص به وطن خیانت کند این را یگان کس نمیبخشد. تو همین را دان که به وطنی خود خیانت کرده شدی. تاجیکستان محض با همین سیاست های خردماندن پیشوای معظم ملت پیش رفته گل شکفته ایستاده است. همان محنت زحمت های پرزیدنت بود که امروز در وطنمان آرامی و آسودگی است. تو که خود در پیشرفت وطن عزیزمان کمتر سهم گذاشتید، خدمت کردید در مرغاب، لیکن از دور ایستاده حاضر گپای عقل بیرون را گفتن نقض نیست. آدم سالم چنین سخنها را نمیگوید مگر عقلت رو خورده نمیدانم. بنابراین من از تو طلب میکنم که از این راه جنایتکاران و ابلهخانه انتخاب کرده گرد این کارها رو نکن، دیگه برآمد نکن. مطلقا راضی نیستم این کارها. چیزی که میگویند پدر راضی خدا راضی و تو باید حکمت این سخنها رو درک کرد بفهمی. من تا همین لحظه در بین مردم با سری بلند میگشتم مادرتم و میخواهم در آینده هم همین خیل گردیم. من این عملهای تو را سخت محکوم میکنم. تو اول بیا و پای زندگی اول اوله دار شو، یک زنگ بچه دار شو، به من و مادر پیرانسالت خدمت کن. نه اینکه من و مادرت سری خمکتی کوچانده گردیم کارنده همه ما را انگوش کتی نشان تیاد. گپی میگفتگیم همین.